گیت ابزاری برای نظارت بر روی تغییرات فایل ها. حالا محلی که فایلاتون قرار داره رو باز کنید و با استفاده از یک کد ادیتور مثل VS Code این دستور رو اجرا کنید. تبریک میگم، شما یک گیت رپوزیتوری ساختید. کارش هم نظارت بر روی تغییرات فایل های شماست و وقتی فایل ها تغییر میکنن اونا به شکل کامیت ذخیره میشن. کامیت ها مثل اسکرین شات های از کدتون هستن که هر کدوم آیدی مخصوص خودشونو دارن و به همدیگه متصلن و هر موقع که خواستید میتونید به کامیت های قبلی برگردید. حالا اگه دقت کنید روی این آیکون عدد 2 اومده. این تغییرات در حال حاضر روی حالت آن استیج هستن و نظارتی روشون انجام نمیشه. حالا هم خیلی ساده میتونیم با استفاده از این دستور تغییرات رو به حالت نظارت شده یا استیج قرار بدیم. بعدش با استفاده از این دستور تغییرات رو به شکل یک کامیت ذخیره میکنیم. تبریک میگم، شما اولین کامیتتون رو ساختید که بهش کامیت هد گفته میشه. کامیت هد با آخرین کامیتی که شما ساختید گفته میشه و همینطور که ما جلوتر میریم و کامیت های بیشتری میسازیم کامیت هد ما عوض میشه و ما این قابلیت رو داریم که از کامیت هد به کامیت های قبلی برگردیم و حتی میتونید با این دستور تمام کامیتاتون رو مشاهده کنید. حالا اگه میخواید روی بخش‌های مختلف پروژه‌تون کار کنید و نمیخواید تغییرات روی شاخه اصلی یا مستر ثبت بشه، میتونید با استفاده از این دستور یک برنچ یا شاخه جدید بسازید و با استفاده از این دستور وارد شاخه جدیدتون بشید تا از این به بعد تغییرات روی اون شاخه ثبت بشه. دقیقاً مثل کاری که من اینجا انجام میدم و تغییرات رو روی شاخه جدید ثبت میکنم. و در نهایت با استفاده از دستور git merge میتونید تمام تغییراتی که روی اون یکی شاخه ایجاد کردید رو به شاخه اصلی یا مستر انتقال بدید و با این کار کامیت هدتون تغییر پیدا میکنه به آخرین کامیتی که توی شاخه دوم بودش. اگه این ویدیو براتون مفید بود و به دردتون خورد لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. بوس به قلبتون. خدا نگهدار.